سلام، به پادکست من خوش اومدین. تو این پادکست در رابطه با این که خیلی‌ها میگن برای اینکه بتونیم زندگی خوبی رو تجربه بکنیم بایستی پارتنرمون تغییر بکنه صحبت بکنیم. از نظر من یه همچین چیزی غیر قابل کنترل و غیر قابل انجام هستش، چون تا موقعی که اون شخص نخواد کاری رو انجام بده و تغییر رو انجام بده شما هیچ کنترلی رو اون شخص ندارید. در نتیجه وقتی کنترل رو شخصتون ندارید نمیتونید رو رفتارها و جنبه‌های مختلف زندگیشم کنترل داشته باشید و تنها کنترلی که شما میتونید داشته باشید کنترل روی خودتون هستش و این کنترل روی خود هستش که باعث میشه که شما زندگیتون استایلتون تغییر بکنه و با توجه به تغییر شما طرف مقابل هم تغییر میکنه. اگه شما توی همون سیم پوزیشن باشین و هیچ تغییری نکنین زندگیتون باهاتون همون رفتارهای قبلی میشه. ولی اگر شما خودتون رو تغییر بدید طرف مقابل هم متناسب با تغییرهای شما رفتارش تغییر میکنه. پس ما هیچ کنترلی نمیتونیم روی رفتار طرف مقابل داشته باشیم و تنها کنترل باید روی خودمون باشه و تنها راه نجات تغییر خودمون و کنترل رفتار خودمون هستش.